گوش کن. ما برای خوب بودن همیشگی به این جهان نیامده‌ایم. ما برای تجربه کردن آمده‌ایم. روح انسان برای عبور ساخته شده، نه برای انکار. نه فقط برای عشق و شکرگزاری، بلکه برای خشم سالم، ترس، غم و حتی سقوط‌های کوتاه. به تو گفتند مثبت باش، فقط نور را ببین. منفی فکر نکن. اما این آگاهی نیست. این سرکوب زیباسازی شده است. تو نمیتوانی بخشی از وجودت را حذف کنی و انتظار داشته باشی کامل باشی. هر احساسی که اجازه حضور نیابد در تاریکی جمع می شود و دیر یا زود به شکل درد، بیماری یا خشم منفجر شده باز می گردد. خشم سالم دشمن نور نیست. نگهبان مرزهای توست. ترس ضعف نیست. سیستم هوشمند بقاست. غم شکست نیست. زبان از دست دادن است. آن که تو را مجبور می کند همیشه لبخند بزنی، همیشه بالا باشی و همیشه مثبت فکر کنی، تو را به نور نمی برد. تو را از انسان بودن جدا می کند. هر کسی که از نور حرف می زند، لزوماً روشن نیست. بعضی ها نور را تکرار می کنند تا سایه های خودشان دیده نشود. معنویت واقعی تو را تکه تکه نمی کند. تو را یک پارچه می کند. نور و سایه را آشتی می دهد، نه اینکه یکی را حذف کند. تو اینجا هستی تا تمام طیف وجودت را زندگی کنی، نه اینکه نیمی از خودت را دفن کنی تا مقبول دیگران باشی. آگاهی یعنی شجاعت دیدن همه خودت و این از هر مثبت بودنی واقعی‌تر و نجات بخشتر است.